5 روش استفاده از تفاله‌های قهوه به جای دور ریختنشون. در روش اول میتونید با استفاده از تفاله قهوه کود گیاهی درست کنید. فقط کافیه تفاله قهوه رو با دارچین و آب مخلوط کنید. خب حالا شما یک غذای عالی برای گیاهتون دارید که حاوی کربن، نیتروژن، منیزیم و مواد معدنیه. روش بعدی درست کردن صابون با بوی قهوه است. فقط کافیه صابون رو خرد کنید، کمی حرارت بدید، بعد از اینکه آب شد بهش تفاله‌های قهوه رو اضافه کنید. به همین راحتی شما یک صابون با عطر و بوی قهوه دارید. روش بعدی استفاده از تفاله قهوه سوزوندن اونه. میتونید با استفاده از سوزوندن قهوه حشرات از خودتون دور کنید. روش بعدی استفاده از تفاله قهوه داخل یخچال گذاشتنشه. به راحتی بوی بد یخچال رو میگیره و با بوی قهوه جایگزین میکنه. شما میتونید داخل ماشین و یا خونه و یا هر جایی که بوی قهوه به شما آرامش میده اون رو استفاده کنید. اینجا دنیل لوه و حتما ما رو فالو داشته باشید.